یه بار من میرفتم سوپرمارکت با ماشینم یه چیزی بخرم، سوپرمارکت کنار خونم. داشتم عقب می اومدم، ماشینم خورد به موتور یه پیکی، افتاد یه جای این کلاچش یا ترمزش شکست. من خب ندیده بودم، اومدم عذرخواهی کردم و اینها و گفتم چقدر میشه. اون موقع گفت که 20,000 تومان میشه. همون موقع تقدیم کردم و رفتم به کارم رسیدم. اومدم خونه، خانمم گفتش که تو تصادف کردی؟ گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت یه آقایی اومد زنگ خونه ما رو زد، گفت که من رفتم تعمیر کردم شد 15,000 تومان، این بقیهش. من مطمئنم اون کسی که اومده 5 تومن به من داده یه جای 50 برابر گیرش اومده. اینا نیروهای طبیعتن. حتی اگر به خدا هم اعتقاد نداشته باشیم به لحاظ علمی ثابت شده، از هر دستی بگیری و از همون دست پس میگیری.